istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qush tinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Yalpizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Unga dard tegadi, men yomon bo'lsam, keyin qanday yashab boshni eksam. Men bormanki mehr kutmas boshqadan. Bu mening onam, bu mening onam. Qush tinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Yalpizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. من با سلام حرف خود آغاز میکنم. من با سلام روضه دل باز میکنم. السلام علیکم بیننده های عزیزی شبکه شهنان. امروز ما به دهه زیبای اقصای 2 به محله فرقت آمدیم برای تبریک کردن مادر عزیز به جان خاندان که امروز جشن 96 سالگی خود را جشن گرفته ایستادند. فرشته خاندان، آن نفری که دعاهایشان با یگان صبح مستجاب می شود. امروز ما آقای خانم بیبی را در جشن زادروزشان از نام فرزندها، نبیره ها، شخصا از نام عبداللطیف اکا که در مسافرت هستند تبریک میگوییم و البته همراه شما با هم میبینیم. تایر باشتون اگر با آغاز میکنیم رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز. السلام علیکم. امروزه مهمانان خانواده یکی از فرشته های این محله فرقت، محله اقصای 2 گویم خطا نمیکنیم، آقای خانم بیبی که امروز جشن زادروز دارند. مولود خجسته خود را جشن گرفته ایستادند. به جان عزیز زادروز مبارک. روز تولدتان را مبارکباد میگوییم. الها 120 ساله شوید. سین و سال زن پرسیدن از روی آداب نیست میگویند. امروز میگوییم بگذار همیشه صحت سلامت باشند. همیشه در سر فرزندها، نبیره، ابیره ها صحت سلامت شده، فرشته خاندان شد، دعاگوی شده گردند. امروز آقای خانم بیبی شما را از نام تمام فرزندان، از نام نبیره ها، شخصا از نام نبیره عزیزتان که شما بسیار ناز میدین، دوست میداشتین، امروز بیبی جان من رفته تبریک گویید. تا دنیا باشد باشند، همیشه در سر ما سایبان باشند، هیچ وقت در غم دنیا را نبینند. آن کس هستند که برای ما دعا میکنند. بیبی جانم هستند که فرشته خاندان ما هستند. گفته از نام عبداللطیف اکا شما را تبریک میگویم که در مسافرت هستند. همیشه صحت سلامتی ترک نسازد شدند. دولت پیری را بینند. 120 سالگی شده. همین کاشانه زیبای ما به جشن گرفتن برای ما نصیب کند. گفته شما را تبریک میگویم. چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو جامی عاقل و فرخنده باشی، چو سینا در دل و در دیده باشی. امروز آقای خانم بیبی از نام فرزندان عزیز شما را تبریک میگوییم. فرمودن برای ما یگانه انسانی که بعد از خداوند باوری میکنیم، یگانه انسانی که برای ما شب و روز دعا میکنند،
همیشه دعاهایشان مستجاب است. برایشان رسانید با دو چشمی خیره‌بین نوری کوهستان مادرم. با دو چشمی خیره‌بین نوری کوهستان مادرم. شعله از آتشی آتش پرستان مادرم. موج موی‌های سفیدت از سفیدی دل است. موج موی‌های سفیدت از سفیدی دل است. با همه پژمردگی سامان بستان مادرم. روز و شب خوابت نمی آید زی سوزش‌های دیل. در غمی من کوچه خندان خانه گریان مادرم. بینگری هر بار بر گوهره خالی من. یاد آری از من و رزقی پریشان مادرم. مادری ما، مادر خاندان ما، گل ثبت خاندان ما، فرشته ما هیچ وقت خستگی را نبیند. دمی پیری و دولت پیریتی از خداوندی کریم 120 ساله شدگاشان و الان خیلی همه خش و تباران آمده جشن گرفتن نصیب کند. زادروزشان مبارک. چقدر با مشکلی، چقدر با زحمت ها پدر و مادری ما را به وای رساندن. این انسان هستند که ما منه چشم به دنیا شده میگن نبیره های شیرین شما. امروز جشن زادروزشان است. برایشان اگر ترسک زنیم، اگر گلدسته زیبا میسپاریم. مرحبا. مبارک باشد. زادروز مبارک. و البته برای فرشته خاندان، برای مادر مهربان آنا جان عزیز، کتابی از همه قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است پیشکششان میکنیم، تاج‌سر میکنیم کتاب کلام خدا را. مبارک باشه. فرزندان را به نزد آقای خانم بیبی تکلیف میکنیم. مرحمت. فرزندان همه کسی تکلیف میکنیم به نزد مادر جان عزیز. یک جای شیرینی را امروزه تارتی مادر کلام را میبریم از آن تناول میکنیم. روز تولد رو مبارکباد میگویم. مبارک باشه. مبارک باشه. زادروز مبارک. روز تولد رو مبارکباد میگویم. البته علمی نزدیکان، فرزندان، همه کسی یک جای شدیم. برای بیبی جان، برای مادری عزیز نیت‌های نغز و نیک البته هست در دل هر یک فرزند. بگذار دعا میکنیم مادری عزیز پیر شوند، در سر فرزندان همیشه صحت سلامت باشند. نورالله اکا مرحمت ازت تبریک کنیم. عبداللطیف
مولا لطیف شما اول با تبریک هستن یارتون مولا مشاهدگم نه و مولا عبده میشه مولا خلاصه همین bayramı شما da عبداللطیف تبریک هستن از سوچ هستن ما همکاری کردیم روزی تولدتون مبارک شود ایلویم بار 95 سال درد ندیده اما میخوام دخترکی خشنوشته کلام شده کردیم حتی چپل شود رحمت مرحمت روزی تولدتون مبارک شود از این فرزندا عینون نواده ها تا الهی ایشا باز 100 سالی دیگه عمر بینه سلامت باشه مرحمت باشته باشه تبریک کنه ona şeref bedene de şeref ona göre. Ben zaman naz ne bileyim Salima. Salima. Tazik dاره میکنه. Tazik dاره. İşte ben ne derim? خاتمان هسته کیوته و پری بنده بد کرده رو حد میکنم سالها بعدی به حد میکنم سالها از پشتی اسیان گشتیم آخرش گشته پشیمان شدیم چشم دارم ای گناه پاکم کنه پیش از آن که نگی قبل تونده برده خوابم کنه ona خوشموش کنه البته چه خیلی گفته بوده شوخ شگوه شوخ شگوه آنها جا قبل نزدیک ببری موضوع شوخ شگوه استاذ البته چی میگه؟ گله یا پاک شد خواهد راه تا نگاه کردم تایی تریزه بودگی گله ها پاک شد نگه که امر گوه سری که پدکشینام یادی و تمام کنم هر جایی باشه صبری و شهم کنم در چشمم برهی آمدن تون شاشید گلهای گردی حولی بندر خورشید گلهای گردی حولی بوی کنم بویش مانست صد سهره بسه زدم و مانندش مانست بالا میروی به من گلولا بیار در کاغذ سرخ مشک پیچانده بیار مشک گیرم بوی کنم بویش مانست صد سهره بسه زدم و مانندش مانست رحمتی بچه ها گوش که نگرفتیم شما مادری جان لطف فرما تا کنم تبریک تو را بر تو گویم آرزو خوشبختی ها در دوامی عمر خود هرگز مبین روزی خزان در جهان خوشبخترین بینم تو را. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی، خوش آمدید بر این کاشانه زیبا بر روزی زادروزی مادر کلان ما. باز یک بار دیگر خوش آمدید نوری در تاج سر. مدامی که سخن نوبتی را به من داده اید، من میخواستم شخصا از نام خودم، از نام اهل و عائلم، از نام من فرزندانی که در سوچی هستند، گلدسته جان، عبداللطیف جان، من مادری مهربانم را از صمیم قلب تبریک و تهنیت ها میگویم. الهی عمری دراز بینه، رزق فراز بینه، در دلتان چه نیت و آرزوهایی داره همون نیتکاتون درسه، همیشه 100 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. الهی مادرم، ای مادری زحمت کشم، مونیسو در بین آب و آتشم، مادرش را دوست می دارد همه پیر و جوان، تا که از مادر فقط فرزند می ماند نشان. من در آخر سخنم با گروه شهنام رحمتی کلان گفته هم منت داری ایثار میکنم، راه دور نگفته برای تشویق آوردگیاتان رحمتی کلان منت داره. رحمت.
السلام علیکم مهمانان عزیز. خوش آمده هم هاتون همی کاشانه یکم با. اینا امروز روزی تولد آنان. آنان همه خدشتیم ما همه ما خستن. ایلیم با ای سالا بسیار شبینم ما های دایم خستن کده گردن. همه هاتون بر رحمت. رهبر تشکر میگویم. اکنون آنا جان عزیز، بیبی جان مهربان با راهبری شما، البته آقای خانم بیبی با راهبری شما همه امروزه فرزند و نوه‌ها ها را با باد و هوای تازه تکلیف میکنیم، سرودهای شیخ میمونیم، میرقصیم، خرسندی میکنیم. امروزه زادروز شما را مانند یک بزم تشکیل میکنیم، یک جای بزم آرایی میکنیم. بیرون با نمود رقص بازی خرسندی را دوام میکنیم. مرحمت سرودهای شیخ برای شمایان میرقصیم. رحمت. Benim havada kullanımda kıştan merasa. نه هوای تازه بگیرید. کشیدن زمین تو بعد میبرن نوشه. استولچه مونده گیله. کشتی تیزده دا. کشتی تیزده دا استولچه مونده Yok mu? Yok mu?
آزاره دوان دوان به پیشه ناله کنم نمیشه اندر خودم همیشه چکی چکی بالا نبین شتر شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی او یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی او یار بیا کاشکی دانم دوای چشمم تو شدی درد و دوای چشمم یا که بینم رهای اشکام تو بودی سرد و گرمای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی او یار بیا ای یار ناله کنم نمیشه همدم بودم نمیشه دردک دل آزاره دوان دوان بپیشه ناله کنم نمیشه همدم بودم همیشه یکی باران دل شتر شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی او یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی او یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی او یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی او یار بیا گله دختر گرزنه تا چیکی میدانه گله دختر گرزنه من تاجیکچه نمیدانم سن منو لیکن کم کم من تاجیکچه نمیدانم گفر منو لیکن کم کم خونشتیش بی تو با جانو جگم آخرین کسم نایلا تاجیکی بکم ماشالله نکن که بیتونی بنا تا چیکی میدانه گله دختر گرزنه جانی خودم بودی بیگانه دیرم بودی دلم بودی عاشقی دلم بودی شاید از خودم بودی از دوان گرمی نبود دلم بدو بودی تا چیکی میدانه گله دختر گرزنه تا چیکی میدانه گله دختر گرزنه من تاجیکچه نمیدانم سن منو لیکن کم کم من تاجیکچه نمیدانم گفر منو لیکن کم کم تا چیکی میدانه گله دختر گرزنه تا چیکی میدانه گله دختر گرزنه من تاجیکچه نمیدانم سن منو لیکن کم کم من تاجیکچه نمیدانم گفر منو لیکن کم کم نیومدی بی تو شب شب آسون می ندیسم جای تو پروام خالی عزیزم جیگر من سر من شب و بیا سوی من بیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جیگر من سر من شب و بیا سوی من بیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من
که با من باشه عشقم دنیا آموزی که به یاد تو هر شب ناسومی ندیسم جای تو قلبم خالی عزیزم جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من تا به خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من تا به خوشگل شبهای من اومد تو دنیای من به تو آدم کردم رفتی من پیش خدا از تو شکایت کردم دستش دولت منم از شب تو را میخوندم تو من آدم گفتی کی با یا من بیدار بازدهی درو آمد ستانم خیله ایچان لیله ستانم خیله ایچان لیله ستانم خیله لیلی لیلی لیله ستانم خیله لیلی لیلی لیله ستانم خیله ای رحمت تشکر میگویم. البته همراهی با در کلام عزیز بیبی جان یک جای فوتوسسی میکنیم، رسم میگیریم که هر یک لحظه های ما غنیمت است. مرحمت، زادروز مبارک. زیتو دارم برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. هر باره که صبح سحر خورشید چراغان است، مادر دعا کند، مادر از در و دروازه های خود برآید، آن فرزندها خوشبخت هستند. امروز باشد ما همین بیبی جان خاندان را در جشن زادروزشان، در جشن 96 سالگیشان از نام تمام فرزندان، از نام تمام نبیره، از نام همین جگربندانشان تبریک کردیم، همراهی شمایان با هم دیدیم. امروز جماعه ما در اقصای دو در محله فرقت بودیم که این خیلی لحظه های خرسندی را تنها همراهی شمایان با هم میبینیم. با ما باشد، با شبکه شهنان صحتمند و سربلند باشد. رحمت، زادروز مبارک. رحمت.